ваколатдори ҳуқуқи башар дар тоҷикистон Зариф Ализода дар посух ба суоли намояндагони Созмони Милали Муттаҳид истифода шудани шиканҷа нисбати Бузургмеҳр Ёров ва аъзои боздоштшудаи ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистонро комилан рад кард. نیست اساس ندارد مگر مراجعت ها کردگی است با واسطه من همون خواهر دلیل پیشنهاد کرده علیزاده بیاناتی گویا نوشته بزرگمهر یاروف به دادستانی بوده است که او در آن شکنجه شدنش را در بازداشتگاه موقتی یا زندان رد میکند. امبودسمن به این نظر است که شکنجه بافته نزدیکان بزرگمهر یاروف است. ولی درباره شکنجه اگر نزدیکان محبوس خبر ندهند کی باید خبر دهد؟ جمشید یاروف برادری بزرگمهر میگوید آثار شکنجه در بدن او را حتی مادرش مشاهده کرده است. مادرم نیز علامت‌های شکنجه را در سیمای بزرگمهر دیده بود. باید قید کرد که پیش از این مادرم چند مرتبه با بزرگمهر وار خورده بود و اگر یگان علامت و یا ایز شکنجه را میدید حتما با ما گفته میگذاشت. این شکنجه ها در نمود لط و کوب با چوب رزینی، ساعت‌های طولانی راست ایستادن، ندادن امکانیت غیریدن مثال در روز، دشنام حقارت‌های تهدید و پورا لوچ کردن و ساعت‌های طولانی راست ایستادن، به اساس‌های قانونی با مهلت‌های طولانی با کارت جای کردن او، ندادن لوازمات خوابی ضروری، مجبوراً در روی فرش بتونی شب رو روز کردن و غیره ifade می‌افتند. محمد علی حید جانشین رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم در یک نواره که رسانه‌ای شد از وجود داشتن شکنجه نسبت خودش و تمام اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قصه می‌کند. یک چیزم باید من همین اویدی چهش مورد دستگیر کردن همینم قبل میزنه مثال ما قانون کرتدون دریدگی بود همین چون پیدا شد کرت خود به خود نمیداره کن آخه کرتی اینجا درآمده نه خودتون درآمده که درآمده نه درآمده و من گفتم که اینجا در هم من میزنم نه حضور نسبت شما هست من خیلی ضرور ولی من در نیست نسبتی کی مثال نه همون مقابل زنی اول در نه اول در بود همین وقتی آوردم فیزیکی بود اول درونه میگی درونه بدن بدن مثال وقتی روزی من بازداشت کردن و خانه آوردن 3 نفر کارمند امنیت کاپیتان شریکوف آمدن پیش از نماز شام بود برآمد گفت باید روید گفتم کجا گفت کمیته میریم راهبری کمیته دولتی با شما صحبت کردن میخوام گفتم مایل 16 روز 16 بگه قریب ساعت 7 گفتم مایل شد استی بیرون داد گفت درون نتونه درون نمیگیری هم بیرون داشتی خیر رفتم نماز مخونه تورات کردم اومدم وقتی که ایسو تو بردم فهمیدم که اینجا بودم اوسو نبردم یکی برم سیزو اومدن روز کوچی و کتی پتوسکی کتی سومانی کتی آوردن خیلی پیشیسکی کتی تو بردن طرفی راحت وقتی طرفی راحت تو خوردن ای کوچی نرزو ترسون زورو کتی من فهمیدم که روز کنجه ندارم هیچ شو نگفتم درون اومدیم علاقه پلکونی زور و امنیتی شدگی بود ادرکی شورا کرد همین که شورا کرد قفیدن مالا همین قفیدن زمین زیر کرد کشولا کرد وقتی همین سیزو در آوردن پیش یعنی و جایی که باید میمونن که تلفن ها میمونه منم کنجا تلا کردم کنجا رو باید شاطت زدم نگه سرکاری آتش من میدونم کی زد خوب بعد در آوردن درون با اون درون در جو هست بعد اونجا در زدن کردم اونجا درون دارم پولا ما گرفتن ارینه ما گرفتن خوب چیزا گرفتن یک تا کتاب چه در جای نمیدونم نکرد خیلی خلاص زورواری بود نسبت به همه شدگی این کن مولای محمد علی هم زدگیان عبدالقهار هم زدگیان سید عمر داوود زدگیان همونجا یادم کس نمیگن من اونجا 2 بار 3 بار گفتم اگر یادتون باشه که در همه جون میزنن بعد و یاد داره که شیخ سعدیدین گفت که وقتی که من پودابانی گرفتم اما که خیال بگه بیام از سنبود علاوه میگیرم بعد با عبدالقهار خیلی سوال داد که همه از سنبود علاوه میگیره چخیل نشده وقتی رئیس گفت که خیلی شکنجه نکنم